البته در تاریخ نسبت این امام اعظم به نهایت قصه ها زیادن. اگر هر کتابی را ببینی یک قصه از اون انسان، از اون کوه علم، از اون کوه تقوا، از اون کوهی که به کمال انسانی رسیده است بیان شدگی هست. میگوید که یکی از نشانه های تقوا و نیک بودن و حق همسایگان را به پرگی ادا کردن این هست. ابن عربی در تاریخ می نویسد که همین امام اعظم رحمت الله علیه یک همسایه داشت، اون کفش می دوخت، اما بسیار انسان شرابی بود. هر وقتا که بگهی از کارخانه برمیگشت شب و امام اعظم روز با درس و تدریس یعنی مصروف بدن و بگهی خانه می آمدن خودشون هم امام اعظم و اون همسایه وقتی که بگهی خانه می آمد شراب بسیار می نوشید و در اون خانه اینقدر داد و فریاد و صدا میکرد که همه همسایگان رو اذیت میکرد. از اون جمله همسایه نزدیک امام اعظم بودن. امام اعظم رحمت الله علیه هر روز میشنیدن اون رو، هر روز میشنیدن، سالها میشنیدن. حتی هر وقتا که شراب از نزد اون گرفته میشد به واسطه اهل خانه‌اش، در اون زمان دیگه سر و صدا میکرد، حتی همسایه ها رو هم دشنام و فوش میداد و میگفت اینها مرا ضایع کردن، فلان کردن، داد و فریاد میکرد. یک زمانی شد که امام اعظم رحمت الله علیه یک بیگانی خانه شون اومدن، هیچ صدای از خانه اون کفش دوز نیامد. روزی بعدی آمدن، شب دیگر بازم از خانه اون کفش دوز هیچ صدای نیامد. روزی سوم آمدن، همین چنین هیچ صدای از خانه اون نیامد. وقتی که رفتن پرسان شدن، گفتن این رو زندان کردن، این رو زندان کردن. امام اعظم با همون فضیلت و با همون بزرگی نزد امیری همون زمان رفتن و پیش امیر در آمدن و گفتن که اون امیر المؤمنین را که شما شخصی را از همسایگان من زندان کردگی هستید و خاطر اما آمردم که امون را باز بکنید. میگه اون کی است؟ میگه فلان کفش دوز است، اون را آزاد میکند و به خاطر کرامتی امام اعظم رحمت الله علیه این امیر میگه همون شب کسی را با این دستگیر کرده همه اونها را آزاد بکنن، همه اونها را آزاد میکنن و اون میآید امام اعظم رحمت الله علیه پیش و از عقیب این کفش دوز میآید و امام اعظم رحمت الله علیه در نزدیکی خانه‌اش میرسد، میگرد طرف اون میگوید که ای کفش دوز، آیا ما این قدر صدا و مثلا حقارت و دشنامی که ما رو میکردی همسایگان رو، آیا ما تو رو ضایع کردیم؟ یعنی ما تو رو به قدری کردیم؟ میگن نه، شما ما رو حفظ کردید، ما رو قدر کردید و من خدا را شاهد میگیرم که انا توبت من صنیعی، من از اون اعمال و کاری که میکردم توبه کردم. از اونجا اون کفش دوست توبه میکند، انسان نیک صالح میشود که در جامعه یک انسانی با منفعت میشود، یا انسان میشود که دیگرها از اون منفعت میگیرند. این هست شخصیت با کمال. این هست حتی همون کفش دوز میگوید که تو حق همسایگی را با پررگی ادا کردی. بنابراین برادران عزیز، بعضی وقت انسان در دنیا کارهایی را انجام میدهد که نزد خداوند به نهایت فضیلت و کمال دارد.